هر انسانی به دستور خداوند فرشتگانی دارد که از روبرو و پشت سر او را از حوادث غیر حتمی محافظت می‌کنند. دید که خداوند وضع هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آن قوم خود را تغییر دهند. و اگر خداوند بخواهد آسیبی به گروهی برساند، هیچ دفع کننده و یاوری به جز خودش وجود نخواهد داشت. اوست که برق آسمان را گاهی برای خوف و تنبه، گاهی برای امید به باران به شما نشان می‌دهد و ابرهای بارور را به وجود می‌آورد. رعد آسمان تسبیح و حمد او را می‌گوید. فرشتگان نیز از خوف او تسبیح گویند. صاعقه ها را می‌فرستد تا هر کس را صلاح بداند بدان گرفتار کند. با این همه هنوز در وجود خدا مجادله می‌کند.